درود. در آزادی آنلاین امروز درباره مرگ 14 زندانی، طلب ملاها برای نرفتن به حج و بیدادگری جن و اجنه ها در فرخار میگوییم. شام 7 ایول زمان رخ داد که 128 محبوس به زندان‌های ناحیه یاوان، شهر نارک و شهر دوشنبه انتقال داده می‌شدند. مرگ زندانیان در داخل ماشین و به گفته مقامات به سبب زهرآلودشوی بحث و سوال زیادی برانگیخت. هر یک ماشین دو سکشن تقسیم می‌شود. همه قریب همش از یک سکشن. امین جانی در فیسبوک نوشته است سبب مرگ محبوسان به احتیاطی و سهلنگاری مقامات است. شرح او این است: معلوم است زود طبیبان را دعوت نکرده راه را دوام دادند. اگر زود یاردم میرسانیدند محبوسان هلاک نمیشدند. آنهایی را که خنک نظری کردند باید به جوابگری بکشند. ما سیمکه کردم، سیمکه ما دستم خشتم گرفتن. همه جا از دوی جان سوید مونده زندگی. یک کاربر در اینستاگرام که نام درازش را میبینید چون این مناسبت با زندانیان را تنقید کرده گفته است با وجود این کسی برای مرگ زندانیان جواب نمیگوید. مناسبت با آنها غیر انسانی بوده است. می توانستند زود به شفاخانه مراجعت کنند. اینجا سهلنگاری پاسبانان و رهبرانشان است و کسی هم برای این جواب نمیگوید. اینجا دختر بینی زدگی نمیشناسی و بچه خسروره. یک گزارشی که بحثی درازی را برانگیخت درباره دعوت چند روحانی با نفوذ بود که از مسلمانان خواستند حج نکنند، زیرا به گفته آنها حکومت عربستان سعودی پول زیارتشان را برای سیاست‌های نادرست و از جمله جنگ به ضد مسلمانان استفاده می‌برد. کاربر در وبسایت رادیو آزادی نوشته است بسیار فتوای خوب. سعودیه یک رژیم است. برای آنها حیات انسان قدر و قیمت ندارد، ولی تاجیک ما برای خودنمایی حتما باید به حج رود. حج به خودنمایی و بیزنس و فساد تبدیل یافته است. کاربر دیگری از مردم خواسته است به جای طواف کعبه در حل یک مشکل سخت دهه آنها کمک کنند. مراجعتش هم این است: برادران با همان پول نمی شود بعد دهه ما که 180 نفر اهالی دارد آب بیارید. باور کنید این کار شما از هزاران طواف بهتر است. ما را دستگیری نکردند، همین کلانتر ما دستگیری نکردند، ما همه همینجا کوچه میریم. و حالا درباره جن و اجنه صحبت میکنیم که به قول یک ساکن فرخار اهل خانواده او را بیزار کرده است. همین کارو میخواست شدی اول سنگباران سر شد، ولی سنگباران خانه را در داد. علاوه میزد پردت میسوخت، قالین میسوخت. همین حادثه کارو چین 4.5 سال شد دوام کشیده. رستمبک صفیف از دهه فیض‌آباد میگوید جن با کارهای عجیب و غریبش آنها را به داد آورده است. بعضی‌ها به ایده‌های این ساکن فرخار باور دارند، اما وندتا البدخشی نه. او در فیسبوک نوشته است: یگان گپ نیست، حالا عصر تکنولوژی است. کامراهای نواربرداری بگذارند، باز داتچک‌های حرکت با همین کار خرس حل می شود. گلرخسار قیومова گفته است اگر کامera گذارند بسیار چیزها عیان می شود. خودشون گفتند که نه مولا ماند و نه ملیسا همه را آوردند که چون این شوخی می کند و در بدن کودکان می نویسد. اصلا نمیخواد شویدو که دیدن همین چیزا با چشم کارکنای ارگان چون با چشم دیدگیان. اگر این گزارش ها را ندیدید یا نخواندید یک بار به وبسایت azadi.org وارد شوید، همش هست. و حالا نوبت ویدیوی شما رسید و ویدیویی که عاقبت‌های سوختار در بازار ناحیه همدانی را نشان می‌دهد. فلاکت شب 3 ایول رخ داد. نه مگر اینو مسکوز کرد، بزرگ مسکوز کرد. همه سوختن. خود. از همدانی هستید یا هر جای دیگر ویدیو، عکس و نوارهای خود را به ما بفرستید تا دیگران ببینند از طریق واتساپ، وایبر و تلگرام و ایما. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.